آقا 6 سال شد وفات شهوت ما یه بار خونه ما نرفت. من را اجازت که خونه برم و محمد جان هم ببرم. رسول اکرم مادرش گفت که بچه‌م من ترا قبر پدرت زیارت میبرم. اون ایمن میگه خودت شادی داره، من میگه یا جدتی بی جان من قبر پدرم زیارت. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله رفتم، با کودکای کوچه آمدم. محمد جان ما تو را دوست می‌داریم. محمد جان ما تو را میگه هر یک کسی میگه دوست می‌داریم. راست میگین منو دوست می‌دارین، من هم شما را دوست می‌دارم. وقتی رسیدم میگه او بچه‌م تیار شو پگاه قبر پدرت زیارت میریم. میگه کودک ای شب خرسندی داره که من فردا قبر پدرم میبینم. متاسفانه نزد قبر پدر اومدن که مادرش از دنیا گذشت. رسول الله یتیمی پدر را ندیده بود و خاموشی نبود. اون ایمن میگه گرگید جسد مادرش میدواد داور میزنه و مرا میگه که چرا مادرم ختمه قاری کرده، میگه گپ نمیزنه. چرا ما مادر جان میگم لبای نمیگه. تشچر